تولونیوز به شمول سایر رسانه‌های دیداری در کابل به روز یکشنبه دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با پوشانیدن صورت گردانندگان زن در تلویزیون‌ها را عملی ساخت. این وزارت صبح یکشنبه را مهلت نهایی برای عملی کردن این دستور تعیین کرده بود و آن را اجباری خوانده بود. اما تولونیوز هنوز هم بر این باور است که در فرمان حجاب که از آدرس رهبری امارت اسلامی ابلاغ شده است به پوشانیدن صورت گردانندگان زن در صفحه تلویزیون هیچ اشاره صریح وجود ندارد. در کنار این تصویرهای گردانندگان در صفحه تلویزیون تصویرهای مجازی هستند، نه حضور حقیقی آنها. از این رو ملاحظه تولونیوز از این ناحیه هنوز پابرجاست. بنفشه بینش گزارش می‌دهد. به دنبال تاکید وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر عملی شدن دستور این وزارت درباره پوشانیدن صورت گردانندگان در تلویزیون‌های افغانستان، امروز تلویزیون تولونیوز و سایر رسانه‌های دیداری این دستور را عملی کردند. خبرنگاران و کارمندان مرد تولونیوز نیز برای ابراز همدردی با گردانندگان زن در تلویزیون با ماسک ظاهر شدند. اخپلواک ساپی رئیس تولونیوز میگوید که امروز یکشنبه آخرین مهلت برای عملی شدن این دستور بود. موږ ته ویل شوی چې د ټاکلي مهلت دننه دغه دستور عملي کوو او نن موږ هم دا کار وکړو، خو زموږ ملاحظې لا هم په دوو دلیلونو په خپل ځای پاتې دي. اول دا چې د حجاب په رابطه په ورکړل شوي فرمان کې دغه ټکي ته چې ښځینه پریزنټران دي د تلویزیون په مخ خپل مخونه پټ کړي، د موضوع ته هیڅ اشاره نه شوې. او بل دا چې په د تلویزیون پر صفحه پر سکرین راتلونکي انځورونه یا تصویرونه دا مجازی تصویرونه دی او دا د پرزنترانو حقیقی حضور هم نه ده. نفسم میگیره و درست صحبت کردن نمیتونم. چی رسد به اینکه ما 3 ساعت پای هم برنامه اجرا میکنیم. موږ ذهننا او روحن ایس همدان و چې داسې به یو څه په موږ باندې عملي کیږي. 3 ساعت خبرونه چلول په دې ماسک سره واقعا غیر قابل پیش بینی ده او ډیره سخته مسئله ده. هرچند پوشانیدن صورت گردانندگان زن در تلویزیون ها در فرمان نهایی حجاب از سوی رهبری امارت اسلامی به گونه واضح اعلام نشده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر عملی شدن آن را بر گردانندگان زن اجباری می‌خواند. دا زموږ خبره نه بلکې دا الهي حکم هم داسې ده چې مخ په حجاب کې داخل ده، که چېرته مخ پټ وي نو حجاب ده او که مخ پټ نه وي نو یعنې داسې نه سو ویلی چې دا بیخي حجاب نه ده. خو هغه په حجاب کې چې کوم کم څه رقم حجاب راغلی چې ټول یوه ښځینه خور پکې پټوي نو هغه ډول د حجاب مراعات نشو او په حجاب باندې عمل ونشو. میخواین اهمیت مشروعیت خود معادل بسازن به حق تحصیل و آزادی زنان که این مسئولیت اولیشان است. در هر کشور اسلامی هم معمول است و در افغانستان هم طالبان نباید خلاف اصول اسلامی و روش کشورهای جهان اسلام اینا عمل کنند. پس از برگشت امارت اسلامی در تابستان گذشته، حکومت سرپرست مرحله به مرحله اعلامیه‌های متعددی را در رابطه با زنان همگانی کرده است. مسدود شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، جداسازی صنف‌ها و روزهای درسی دختران و پسران در دانشگاه‌ها، ممانعت زنان و دختران از رفتن به وظیفه، ممانعت زنان از رفتن به سفر، لغو نهادهای حمایت از زنان در برابر خشونت همچون وزارت امور زنان و خانه‌های امن و در آخرین اقدام تحمیل ماسک بر مجریان و گردانندگان زن تلویزیون‌ها و خبرنگاران در رسانه‌ها از دستوراتی بودند که در 9 ماه گذشته یک پی دیگر صادر شدند. متاسفانه محدودیت‌های وضع شده برای زنان افغانستان باعث عقب‌مانی کشور ما می شود. هیچگاه افغانستان پیشرفت و ترقی نخواهد کرد تا زمانی که این محدودیت‌ها برداشته نشود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در صفحه توییتر رسمی این وزارت دیروز از تمام رسانه‌های دیداری در افغانستان خواست تا پس از این گردانندگان زن با پوشیدن صورتشان در تلویزیون‌ها ظاهر شوند.